الرحمن الرحیم. برای حل مشکل بازنشدن فایل متا دیتا که این خطا رو میده، باید مراحل زیر رو انجام بدید. عکسی که دانلود کردید رو باز کنید. بعد یه فایل mtl هست، mtl.txt، اینو باز میکنید. اینجا لنست رو به L1 تبدیل میکنید، بدونم کنترل F میزنید، اسپیس کرافت مینویسید. اینجا اینو باز میکنید. اینجا این 9 رو به 8 تغییر میدید. بعد کنترل S میزنید، ذخیره میشه. الان فایل رو باز کنید، میبینید که فایل درست. میبینید که فایل الان باز شد. ممنون، مرسی.